سلام دوستان، یه ولاگ سفر داریم به چمخاله. امروزم 5 فروردینه. با سفره 7 سین شروع کنیم و یه سفر عالی. خب با سلام. اینجا مجتمع باغ بهشت چمخاله هستش. ویلاهایی رو که مشاهده میکنید، جایی که ما اسکان داریم یه ویلای دوبلکس 2 طبقه است. با هم بریم داخلش رو ببینیم. هنوز محوطه کاریش تمام نشده، یعنی هنوز شروع نشده. حدود 1 ماهه که اینجا در واقع افتتاح شده و فکر میکنم که جز اولین نفره هستیم که وارد این واحد میشیم. خب این داخل واحده. بله این حاله. سقف شیروانیشه، تلویزیون و مبل و شماره گرفتن. این هم میز ناهارخوریه. این نمای این طرف میز ناهارخوری. طراحی آینه کاری، آشپزخونه، منم که عاشق آینه. چیزم تراس اونجا. شما رو هم اولی. به به به. مهمترین چیز به نظر من سرویس بهداشتیشه که باید تمیز باشه. خوراک راحتیه. بریم ببینیم اینجا چه خبره. خب یه تراس خوشگلم اینجا داره. یه فوق‌العاده‌ای داره، عالی. ما بوی گاز میاد. بعد حالا بریم طبقه بالاش ببینیم چه خبره. البته اینجا هم که جا کفشی و رختکنش بود. بریم بالا. دیوار قشنگی هم داره، طراحی دیزاینش عالیه. حالا بریم ببینیم. اینجا هم اتاق خواب ماست. اینجا این کمدش چیه؟ بالشت و پتو اضافه داره. این هم پنجره رو بیرون هم نگاه کن. اینجا 2 اتوبانه، این ورم دریاست. خب بریم حالا اتاق خوابای دیگه‌ش هم ببینیم. یه اتاق خواب هم اینجا داره، 2 تا تخت مجزا و یه کمد دیواری عالی. اینم ویوش خیلی هم خوب. اتاق زیر شیروانی.
خب یه اتاق خوابم این بره، بریم اینجا. یه ویو هم اینجا داره. این هم از سرویس بهداشتیش، بریم ببینیم اینجا چه خبره. اما اینجا سرویس فرنگی ایرانی نداره، دوشه و بریم کهکشان. اینجا چمخاله است، این پارک توسکاه. بریم ببینیم که چی داره چی نداره. خب این پوسترهایی که اینجا گذاشتم، بله اینم افسینشه. خب اینم دوباره پوسترهایی که این طرف گذاشتم. خب همونجور که میبینید اینا جنسش از چوبه. این قسمت در واقع طبیعت جنگلیشه. این طرف هم همینطور. این هم پلشه. این هم که میبینی فامیل فلما. چقدر من قیافم براتون آشناست. خب این هم فضای داخلیشه. زنه بومی این محل هستن با لباس سنتی. آره. نماد چیه؟ شهر بله. قبول دارم. پل چوبیه. آره دیگه اسمش پل چوبیه دیگه. اینجا فوق‌العاده پل زیباییه. خب اینم این قسمتشه که در واقع کلبه اونجا درست کردن و سمت راستش قرینه همین پل سمت چپیه و اینجا خب انتهاش میشه. خانه های محلی مردم. حالا به دلیل فرسوده شدن اینجا رو بستن که درستش بکنن. خب فعلا متاسفانه آماده نیست که ما بتونیم بقیه‌اش رو ببینیم و فیلم برداری کنیم. قطعا توی فصل بهار از اردیبهشت به بعد اینجا فوق‌العاده قشنگتر خواهد شد، چون الان درخت‌ها برگ ندارن، زیبایی خودشو به صورت کامل نشون نمیده. خانه محلیشون هم بگیر. خب خانه محلی رو هم یه بار دیگه بگیرم. بله عالی. اینجا هم که اومدیم تالاب چاف هست توی منطقه چمخاله. البته اینجاها رو روستایی ها من فکر میکنم که برای کشت برنج مناطقیش رو استفاده کردن. فکر میکنم اصلیه منطقه اصلی همین تالاب بعد از این جاده باشه که من البته از اون وسط اومدم این طرف. اصل تالاب این سمته. خب اینجا پر از در واقع پوشش گیاهی هستش که اجازه نمیده به صورت کامل ما تالاب رو مشاهده بکنیم، ولی این منطقه سر تا اون قسمت های دور که اینجا مشاهده میشه در واقع تالاب هست. و حالا تو نقشه هم که من نگاه میکردم یه منطقه پر از حیوانات مختلفه که منطقه شکار ممنوع هستش اینجا. حالا الان اینجا چیزی رو ما نمیبینیم. بله به این صورت. اینم هوای ابری و خنک روز سرد امروز 6 فروردین 1403. خب اینجا شهر لاهیجانه.
لوزان هستیم. درخته نخت خوشگل ندادم یاد جنوب بریم که ببینیم چجوریه. اینم یه ویلاژ. اینجا آبشار لاهیجانه، واسه نوروزی آبشار درست کردن. دیگه شمال شلوغه حسابی. اینم قبل از خروج گفتم آخرین فیلم این منطقه رم بگیرم و فضاشو. درود مجدد خدمت شما عزیزان. این قسمت صدا ضبط نشد، من مجبور شدم که صداگذاری مجدد انجام بدم. تو این قسمت ما سوار تلکابین شدیم، 6 نفرمون تقریبا مبلغش 1,140,000 تومان شد. کابینش 6 نفره بود و 2 تا ایستگاه داشت که بیشتر از یه ایستگاه ما رو نبردن. طبق اطلاعاتی که من تو گوگل سرچ کرده بودم زمان رفت و برگشت تلکابین حدود 20 دقیقه بود، ولی خب مسیر ما بیشتر از 5 دقیقه طول نکشید. خب توی مسیر ارتفاع خیلی بالایی نیست و پایین ما مزارع در واقع چایی هست و مناطق سرسبز دیگه که از اون بالا دیده میشه. من انتظارم خیلی بیشتر بود که در واقع لذت بخش باشه، ولی خب شاید تلکابین رامسر رو خب مقایسه کرده بودم با این زیاد جالب نبود. خب ولی برای یک بار به نظرم میارزه که آدم بره اونجا و از دیدنی های اونجا به قول معروف استفاده کنه. طبق اطلاعاتی که به دست آوردم این تلکابین سال 1384 تأسیس کردن. طولش در واقع طول کلش هم به 1500 متر میرسه. 33 تا کابین هم داره که همش 6 نفره است و میتونید شما یک کابین رو کلا رزرو بکنید یا نه اگه تعدادتون کمتر باشه میتونید با افراد دیگه که میخوان از اون استفاده کنن هم مسیر بشید و با همدیگه از اون مسیر لذت ببرید. یه نکته ای که خیلی برام جالب بود نوشته بود که در صورت باد شدید بلافاصله باید افراد از اون منطقه برگردن که انگار باد شدیدی اکثر مواقع اونجا وجود داره. خب تو راه برگشت ما هم همین اتفاق افتاد. این باد نسبتا شدیدی بود که قشنگ کابین رو به این سمت اون سمت تکون میداد، یه حالت ترسناکی رو ایجاد میکنه، ولی خب خدا رو شکر به اون شدت نبود که بخواد آسیب بهمون بزنه. خب همونطور که گفتم خب میارزه برای اینکه یک بار شما از این تلکابین استفاده بکنی، از مناظری که در واقع زیر کابین وجود داره، از شهر لاهیجان، از دامنه کوه، سرسبزی که وجود داره لذت ببرید و اوقات خوشی رو برای خودتون به وجود بیارید. قبل از اینکه تلکابین هم سوار بشیم اون قسمت پایین بازی‌های مختلفی رو در واقع تهیه و تدارک دیدن که مسافرها بتونن ازش استفاده بکنن. چرخ و فلک هست، بازی بچه‌ها هست، در واقع رستوران و کافی شاپ و مواردی از این دست وجود داره که میشه ازش استفاده کرد. قسمت انتهاییش هم تو ایستگاه بالا همین موارد هم اونجا هست، رستوران و کافه و شهر بازی سرپوشیده برای کودکان و
این موارد وجود داره که میتونید تو اون قسمت بالا که آلاچیق هم داره و قسمت پایینش هم مزرعه چاییه که اکثر بازدید کننده ها میرفتن لابلای اونا عکس یادگاری میگرفتن. فضای بالای تلکابین لاهیجان فضاش کوچیکه ولی هواش عالیه.